زدم جواب ندادی خواهر تبگم امیدوارم که میشنوی گپام تا آخر بعد اون خلاصه ایده میاری در دین حرام ایتما بگم تروریست در قرآن حرام ایتما بمیزم تروریست محمد ایتما بگم تروریست تو دیگه آدم نیفتی یک آدمی بگ نورا یوری گفته دست بولو میکنی خواهر جان ایتما بگم تروریست در نمی غزه برادرات تو 13,000 کشتیم تای خوب کردیم دست خویم نیومد بعد گویمه میکنی و چجان تبگم قزوری بیوینه جنگ کنه یکی مدامی که پوت همیش کنه یکی در پیشونی میزنه خواهر تبگم تروریست مایم در قرآن دو میزم محمد تبگم قرآن تبگم خدا تبگم یکی دیگه سوال داشتم خیلی که نیست که چه سوال داشتم این همی فردوس که برام در اسرائیل گپ زد امیرا سوال همه که امو در ارم اسرائیل من سوال کت خودت گپ زد برای که میدونم دا من بعضی اسلوبای یعنی که امنیتی میدونن بعد که او را به حقارت میکنن بعد میگردن دا این میگردن برای خاطر باید اول بفهمیم سوال همه بله سوال همه که در ارم اسرائیل خدمت کرد چند مسلمان فلسطینی در مقصد کشت یگان مسلمان فلسطینی را کشتگی نیستن فلسطینی کشتگی نیستن میرا بفهمید اسرائیل اول تاریخش تو همین حوزی را 500,000 فلسطینی کشتگی نیسته فهمیدی میره بس حجابی زنتا گرفت خود در آسیا خواهر تا تجاوز کرد خواهر لوبوی ملت توجیکا زنی مرده که شوده را تجاوز نوم اسرائیلی یهودی فلسطینی کساست و پیشه برای ما نکنه ایتا نکتو برای من مادرم زنی من خود مهمه ملت مهمه شو برای ملتت گپ نمیزنی اوه همه فردوس من ملت ما من گفتم که گوش که من یهودی را قد فلسطینی و پیشه در کار نیستند ما تو برای وطن خودت گپ زن چی زن تا خواهر تا تجاوز داره خپی برای یهود گپ زیسه ما جواب تا خواهد سلامت باشیم برای تیاگون کس جواب نمیتیا فردوس قنش بزنه منم باشم میرم در ارتش اسرائیل خدمت میکنم یعنی پرابلم ندارم بعضو مادر تا تجاوز کیسه است میخواد برای یهود گپ میزنه خواهر مادر تا گپ یهود رفته است چند تا مسلمان کشتی اما مسلمان نکشته است این قدر یعنی تاج کیف میکنه من در خبر زده سای میگم که همین یهودا اگر کار کنن بگن که ما کار میکنیم والله قسم قطعا یهودیو من آماده‌ام برای همکاری کردن تا و سفارات بزرگترین در تاجیکستان سفارات اسرائیل آماده هم برای دادن چقدر فهمیده من آماده‌ام که با اسرائیل با نتانیاهو همکاری کنم بزرگترین سفارات دنیا را برام با همین نتانیاهو رابطیم ما آماده‌ام من راضیم علاقه زید چی دیپلماتی با اسرائیل آماده برقرار نمودنم به خاطر چی به خاطر میگم پرابلم ندارم با یگان یهود پرابلم ندارم با تکرار کرده هستم آماده ام با دولت اسرائیل همکاری کنم که برند تاجیکستان آزی جهاد مقصد کنیم که نه که باید یک حرکتی هستن که ولی دردش فروخ ولی گوش کن قضاوت نکلی خب که گوش کن امروز یک حرکت های گوش کن ناخی گوش کن پس سوال جواب ته وقتی که او را تو میگوی که یک حرکت سیاسی میگوی او امروز باید قطعی ملت هم صحبت شود دل ملت بیا و کسر قدرت بیا یا اینکه با جنجال اومده ملت گرفتن این شما من با جای اگه همه حرکت میشدم یا باربار ملت هم خیلی کوز میموندم میگویدم بانو میخدا یا باربار شنمی ملت این ملت هست همین ملت با جای که نگردی با خدا قسم اگه از با جای من حرکت میشدم یا باربار ملت هم میگویدم آبروی تاجیک با زبان تاجیکی از سحر تا بگه او خیل گپ ها زدن روزش میشوه پدن نلتا کو با نمی کراتون بعد سخت جواب میتین او روز یگان انسان دیگه بعدات تو نمیرسه پدن نلت شما را ها کنه این کاراتونه اگر که تو نمو روزه انا او روز پدن نلت بعد هر یک تا جواب میتین هر یک تا بای نمی کاری کدگیتون
او روز ما شما را در دیگه تیک توک میشنونمتون بسیار تیک توکی زورای انا او جواب گفت که همو گپو انامو دهانتونم انامو جوتونم فقط دیگه استفاده میکنن پدرنالات ناموسی توجیک است ناموسی توجیک ناموسی توجیکی است حرامزاده ها کم ترکک باید ناموساتون را نگاه کنین کمتر دهان تا جمع که پدرنالات قنچقی حرام اینسانایی که در تیک توک در دیگر جای نمو حقارت دشنام و غیره چیزهای استفاده برده ایستادین خداری کنین یعنی زبان تاجیکی را شرمنده نکنین در جامعه جهان زبان تاجیکی را و او روز میشوه برای نای کاراتون کو هر یک تا جواب میتین اونا اکتیورای حرام اما گفتم که او فنگوتونا بس کنین روزش میشوه پدرنالات بنیاتونا کو پلمبا میزنین بعد فنگ کده میگرده او آبروی تاجیکا ستاتوسی تاجیکا ویلیون تاجیکا بقپین تاجیک بدن تونا بعد او روز پدرنالاتو در دستی ما خوردین بعد پشایمون نخورین بعد او روز دیگه پشایمون تو فایده نداره من نمیگه پای نمی آخران بار برای شما فکر کنم که گفتم و آدمایی که توی میکنین توی فویشگی کردن این همه ای 24 سال او طرفاتونم تویتونم دلیت کنین ای یوتیوب ای دیگر جو ارتیست هایی که پدرنالات نامو فحش فویشه سرود انگ بینگ جنگ میکنین بسمیلو جواب میتین سخت جواب میتین آبروی تاجیک ریزوندین پس دیگه پشایمان باید میخورین